تلوح ومنهج يتألق، درر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق، درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. قيم تلوح ومنهج يتألق، درر بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران و مهتران. امیدوارم هر کجا که هستید ایام به کامتان باد و هر لحظه زندگیتان در عبادت و کسب رضایت الله متعال زیباتر و بهتر از لحظات گذشته آن سپری گردد. الله رو بی نهایت سپاس از اینکه یک بار دیگر این توفیق نصیب راه ما گشت تا در برنامه دیگر از برنامه‌های امامان وهابی شیعه در خدمت شما خوبان و سروران باشیم، در معیت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان و به همراه شما عزیزان استفاده بکنیم از سخنان گرانقدر ایشان در بررسی بابی دیگر از کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب. در آغاز این برنامه از طرف خودم و به نمایندگی از شما خوبان و سروران عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت حضرت مولانا و حضورشون رو در برنامه خوش آمد میگم. خوش آمدید حضرت مولانا و سلام علیکم. خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب عالی ان شاء الله خواهم. خدمت از ما حضرت مولانا. عزیزانی که بیننده برنامه امامان وهابی شیعه بودند به خوبی بیاد دارند که در 1 سال و نیم گذشته، دقیقاً 1.5 سال گذشته، 1.5 سال قبل، اولین قسمت برنامه امامان وهابی شیعه وقتی که آغاز کردید، حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان نامه ای رو برای 3 تن از مراجع، 2 تن از مراجع و 1 تن از محققین معاصر و مطرح شیعه که در موضوع وهابیت به تعبیر خودشان قلم برداشته و کاغذ سیاه کرده بودند نامه ای ارسال گردید و از این 3 تن ما خواستیم تا برای آنکه افکار عمومی روشن گردد درباره حقیقت و ماهیت آنچه که به نام وهابیت از طرف این آقایان مراجع و محققین مطرح می‌گردند به چند سوال ساده پاسخ دهند. نامه‌ای به صورت مکتوب به دفتر مراجع آیت الله العظمی مکارم شیرازی و همچنین جناب آیت الله العظمی جعفر سبحانی و همچنین جناب آیت الله نجم الدین طبسی ارسال گردید و ما در این نامه ها سوالی بسیار ساده پرسیدیم که متن این نامه رو گرچه بینندگان شبکه جهانی وصال حق به کثرت تکرار حفظ کرده اند، باز هم قرائت خواهیم کرد چون پاسخ این نامه رو ما هنوز دریافت نکرده ایم و تا وقتی که پاسخ خود رو دریافت کنیم سوال مطرح خواهد شد. و نامه‌ای که برای جناب آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی ارسال گردید به این شرح است. متن نامه برای هر 3 نفر یکی بود، فقط نامشان تغییر کرد. نامه به این شکل است: بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مرجع عالی قدر جهان تشیع آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی دامت افاضاتهم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با توجه به تعریفات و تلاش‌های گسترده جناب عالی در نقد وهابیت و شناخت عمیقی که از منابع و باورهای امامان شیعه دارید، از شما درخواست داریم که برای تبیین حقایق
و روشن شدن افکار عمومی شیعه و سنی حداقل 3 عنوان از ابواب کتاب التوحید، مهمترین تعریف عقیدتی شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله را که به نظر جناب عالی تضاد بیشتر و آشکارتری با عقاید امامان 12 گانه شیعه دارد انتخاب نموده و خلاف آن را از گفتار صریح و صحیح و بی‌معارض امامان شیعه اثبات نمایید و برای آنکه جای هیچ توجیه، ابهام و تردیدی باقی نماند مؤکداً استدعا داریم که به نکات زیر عنایت فرمایید. حداقل 3 باب را انتخاب نمایید. ابوابی را برگزینید که با عقاید ائمه شیعه تضاد بیشتر و آشکارتری داشته باشد. صرفاً از روایات و گفتار امامان شیعه استدلال نمایید. روایات مورد استدلال صریح، صحیح و بی‌معارض باشد. و چنان که کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب را با عقیده امامان شیعه در تضاد نمی‌بینید، احتراما نظر خویش را در این مورد اعلام بفرمایید. پیشاپیش از پاسخگویی جناب عالی سپاسگزاریم. برنامه تلویزیونی امامان وهابی شیعه. این نامه 1.5 سال پیش، 1 سال و 6 ماه قبل ارسال گردید به دفتر آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی به صورت مکتوب، علاوه بر این که ما به صورت ایمیل فرستادیم به دفتر ایشون و اون صفحه مربوطه به آدرسی که خودشون و یا همکارانشون در سایتشون گذاشته بودن. همچنین این نامه به صورت مکتوب و به صورت ایمیل به دفتر آیت الله العظمی جعفر سبحانی هم با همین محتوا ارسال گردید و همچنین به آیت الله نجم الدین طبسی هم که کتابی نوشته بودن در این موضوع که با عنوان کتاب سال هم در ایران انتخاب شد. ما این 3 تن از شخصیت‌های معاصر و مطرح شیعه رو که در موضوع به قول خودشان وهابیت تألیفات داشتن مخاطب قرار دادیم و 1 سال و 6 ماه گذشت و همچنان پاسخی دریافت نکردیم. ما روز شما رو همچنان ادامه خواهد یافت و تا وقتی که این برنامه و این تلویزیون در حال پخش باشه منتظر هستیم و هر هفته‌ای که برنامه خود رو آغاز بکنیم باز هم خطاب خواهیم کرد حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی رو که حضرت آیت الله پاسخ ما را بفرستید. ما منتظر پاسخ خود هستیم. یک پاسخی به ما بدید. اینکه فرار بکنید از جواب خودش یک پاسخ است، اما اگر خودتان پاسخ دهید شاید تبعات اعتراف شما به تدلیس و دروغ و خیانت در این موضوع به نفع شما باشد و ساده تر و آسان تر باشه حداقل، و در غیر این صورت به هر حال هر منصف شیعه‌ای به حقیقت تا به حال پی برده است و بیشتر یقین پیدا خواهد کرد که آنچه شما به نام عقیده امامان بزرگوار اهل بیت به پیروان خود معرفی کرده اید هیچ تفاوتی با عقیده آنچه شما به نام وهابیت میگویید نداشته است و وهابیت همان عقیده صحیح امامان اهل بیت و بزرگان دین مبین اسلام بوده است. حضرت مولانا 1 سال و 6 ماه گذشت صحبتی دارید. من این سوال رو همیشه تکرار میکنم از شما. اون موقعی که 6 ماه گذشته بود، بعد 1 سال شد، الان 1 سال و 6 ماه شد، 2 سال خواهد شد، باز همینطور این سوال تکرار خواهد شد. عرض کنم که این امیدواری شما جای تحسین داره که واقعا بازم امیدوارید که آقایون شاید یعنی جوابی بدند و بنابر اصول علمی پاسخ علمی رو ارائه بکنند، واقعیت ها رو بیان بکنند، اعتراف بکنند به حقایقی که تا به امروز اونها رو کتمان کرده بودند. اما خود این اصرار بر این که گوش خودشان رو بستند، نمیشنوند این صدا رو، یا اینکه نمیخواهند پاسخ بدهند، به قول شما خود مردم پاسخ خودشون رو گرفتند. پاسخ ندادن خودش یک پاسخ واضح و آشکاری هست که جای هیچ گونه تفسیر و توضیحی در واقع ندارد.
هدف ما بیان حقایق و واقعیت ها بود که این سکوت مرگباری که آقایون در پیش گرفتن کمک کرد تا اینکه این حقایق روز به روز برای مردم بیشتر و واضحتر باشه. برای آنکه و به خاطر آنکه اساس کار ما بر روی تبیین حقایق هست، راستگویی و درستکاری هست و چیزی رو ما پنهان نگذاریم از مردم، ما این کتاب را شروع کردیم از آغازش که امروز باب 35 هست. هر آنچه را که محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه گفته بود آن را در معرض دید همگان قرار دادیم و در کنار آن اقوال ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را نمایش دادیم تا اینکه اگر آقایون نمیخواهند جواب بدهند یا این مسائل را برای مردم با جرأت و شهامت بیان بکنند، ما این کار را به جای این آقایون انجام میدهیم و حقایق و واقعیت هایی را که در دعوت شیخ محمد ابن عبدالوهاب وجود داشته که ریشهش در عقاید و باورها و گفتار اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم و قبل از آن گفتار خود رسول الله صلی الله علیه وسلم هست، تمام اینها را به نمایش بگذاریم تا اینکه مردم و بینندگان عزیز ما انشاءالله به حقایق و واقعیت هایی که تا بکنون کتمان شده انشاءالله آگاهی پیدا بکنند و دین و دیانتشون، عقیده و باور و عملی که بر دین دارند، دینداریشون بیان دیده و دانسته و بر اساس دلیل باشد انشاءالله. همچنان قضاوت با بینندگان عزیز خواهد بود. قضاوت با شماست. به مانند همیشه ما آنچه که حضرت مولانا فرمودن رو در اختیار شما بینندگان عزیز قرار میدیم تا خودتون انتخاب بکنید که حقیقت چیست و کی راست میگوید و چه کسی دروغ میگوید. اجازه بدید به همراه شما بینندگان عزیز و ارجمند میان برنامه ببینیم، باز خواهیم گشت و در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان خواهیم بود و بررسی بابی جدید از کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب و محتوای این باب جدید و نمونه اون از اقوال امامان بزرگوار اهل بیت علیهم السلام در مراجع شیعه. باز میگردیم در خدمت شما عزیزان.
تلوح ومنهج يتألق درر هنا تبدو كشمس تشرق يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق قيم تلوح ومنهج با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران در خدمت شما هستیم و باب جدیدی از کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب و صحبت حضرت مولانا عبدالقدوس دقان در این باب با مقایسه آن با آنچه که از گفتار امامان بزرگوار اهل بیت علیهم السلام در مراجع روایی شیعه آمده است. حضرت مولانا در خدمت شما هستیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه باب 35 و باب 36 این کتاب توحید رو بحث ریا و خودنمایی رو عنوانش رو گذاشتند. باب 35 هست باب ما جاء فی الریا که در مورد ریا آیات و روایاتی که در این زمینه اومده بخشی از این آیات و روایات رو مطرح کردن در این باب. و در باب بعدی که باب 36 هست باب عنوانش رو گذاشته من الشرک اراده الانسان بعمله الدنیا، این که انسان کار دینی و عبادتی را صرفاً به قصد دنیوی به خاطر یک منفعت دنیوی انجام بدهد. این دو تا باب در واقع با هم دیگر ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی رو دارن که انشالله در لابلای مباحثی که در این باره خواهم داشت اینها رو خدمت بینندگان عزیز توضیح خواهم داد. بحث ریا خودش چون که ریا و خودنمایی با اصل توحید در تضاد هست و در واقع ریا یکی از انواع شرک هست، هم میتونه که جزء انواع شرک اکبر باشد و هم میتواند که جزء انواع شرک اصغر باشد. این خاطر شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه یعنی عنوان ریا را و این مبحث ریا را در کتاب التوحید که حق الله متعال هست در این کتاب این رو مطرح کردند و دو باب از ابواب این کتاب را اختصاص دادن به بحث ریا که در واقع با توحید خالص و ناب در تضاد هست. بحث ریا به معنی خودنمایی هست. ریا به معنی خودنمایی یا به تعبیر دقیق تر اگر بخوایم که ریا را تعبیر بکنیم و ترجمه و توضیح بدهیم یعنی اظهار یک عبادت به منظور این که مردم انسان را مشاهده بکنند. یعنی یک فردی یک عبادتی رو انجام بدهد، هدف و قصدش از انجام این عبادت صرفا این است که مردم او رو ببینند و برای دیده شدن این کار رو انجام میدهد. ریا و خودنمایی یعنی اعمال خیر رو عبادت رو صرفا به خاطر اینکه مردم اون رو ببینند، مردم تعریفش بکنند و آوازه خوبی در میان مردم داشته باشه یک عملی رو انجام بده. اساس اعمال و عبادات باید اخلاص باشه، یعنی صرفا برای الله متعال انجام بگیرد. اما اگر یک فردی بیاد یک عمل دینی را یک عبادتی را به منظوری دیگر غیر از اخلاص، غیر از اینکه خالصانه برای الله متعال باشد، به منظور اینکه مردم ببینند، مردم تعریف بکنند، به یک منفعت مادی برسه، به یک منفعت معنوی برسه، مانند یک جاه و مقامی یا تعریف مردم یا آوازه خوبی در میان مردم داشته باشه، تمام این اغراضی که در عبادت اعمال بشود در واقع این همان ریا هست. یعنی انجام یک عبادتی به خاطر اغراضی از قبیل اینکه
که مردم ببینند، مردم تعریف بکنند، به جاه و مقام دنیوی برسد یا اغراضی از این قبیل. پس حضرت مولانا میتونیم بگیم که ریا از رؤیت گرفته میشه، یعنی دیده شدن. بله، اصل ریا از رؤیت هست و در رؤیت هم داریم که من را الله به و من سمع الله به، که جالب هست که دو تا یعنی تعبیر در کنار هم اومده، هم ریا که از ماده رؤیت هست به معنی دیده شدن و هم سمعه که از سمع هست به معنی شنیده شدن. یعنی امکان داره که انسان گاهی یک عملی رو انجام بدهد که مردم او رو ببینند، یعنی یک عملی هست ظاهری که مردم او رو میبینند. خب قطعا وقتی که مردم ببینند دهن به دهن میگرده و مردم تعریف میکنند که فلانی اهل در واقع نماز هست. این به معنی ریا هست. ریا و خودنمایی یعنی انجام دادن یک عبادت به منظور این که مردم این عامل را، این نمازگزار رو در واقع ببینند. این بحث ریا هست. بله. و بحث دیگری داریم که در کنار بحث ریا و خودنمایی هست، معنی سمعه. اصطلاح سمعه هست که از سمع گرفته شده. سمع. بله. و تفاوتی که در میان ریا و سمع وجود داره این است که یکیشون مرتبط به رؤیت هست، به دیدن هست، و دیگری مرتبط به شنیدن هست. بدین معنی که احیانا امکان داره که یک فردی یک عملی رو خالصانه برای الله متعال در واقع انجام میدهد. بله. یک عملی رو انجام داده، خالصانه هم این رو انجام داده و چه بسا کسی ندیده که فلانی مثلا نماز شب میخواند، تنها خونده و در معرض دید مردم نبوده، اما خودش میاد این رو تعریف میکند، به سمع دیگران میرساند. ریا به این معنی هست که یک فردی عملی رو انجام میدهد که در حضور دیگران و در معرض دید و رؤیت دیگران هست. بله. و سمعه یعنی عملی رو انجام داده، خودش در خفا به تنهایی انجام داده، الان عمل خودش رو در معرض شنیدن مردم و سمع مردم قرار میدن. یعنی خودش تعریف میکند که من در واقع فلان کار خیر رو انجام دادم، فلان روز صدقه دادم، فلان روز روزه بودم و از عملی رو که در واقع انجام داده. هر دوتاشون در واقع یک نوع شرک هستند و با اصل توحید در تضاد هستند. بین خاطر است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند من را الله به و من سمع الله به. هر کسی که ریا و خودنمایی بکند یا هر کسی که سمعه بکند، الله متعال نهایتاً چنین فردی رو در واقع رسوا میکند. پس خیلی خطرناک موضوع. بله، چون که بسیار خطرناک هست و یکی از یعنی موارد شرک هست، یعنی تضاد داره با اصل توحیدی که حق الله متعال هست. به این خاطر شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه این باب رو عنوانش رو ریا گذاشتن. و ریا اگر بگونه‌ای باشد که واقعا اصل عمل را انسان یک عملی رو خالصانه برای غیر الله متعال انجام بدهد، یک عملی رو خالصانه برای غیر الله متعال انجام بدن، بدین معنی که اصل عبادتش مثلا برای این باشه که مردم او رو ببینن، نه امید ثوابی دارد، نه ترس الله متعال را دارد و هیچ غرض صحیحی در عبادت خودش ندارد. تمام هم و غمش فقط این است که مردم او را ببینند. چه بسا که به اصطلاح درجهش بالاتر برود، حقوقش بیشتر بشود یا یک مصلحت مادی دیگری برسد. این عبادت و در حد عبادت غیر الله هست. یعنی چون این عملی در حد عبادت غیر الله هست و شرک اکبر شمرده می شود، جز گناهانی هست که الله متعال در واقع اون رو نمی بخشد. از مجرد یک گناه بالاتر هست، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، که این عبادتی که برای غیر الله متعال انجام گرفته، هدفش فقط این بوده که مردم او رو ببینند، مردم او رو تعریف بکنند، تنها هدفش این بوده که به یک مال و منال یا مصلحت و منفعت دنیوی برسد، این در دایره شرک در واقع اکبر داخل می شود. یعنی اینجا میتونه حتی خروج از اسلام بشه. قطعا وقتی که انسان یک عبادتی رو انجام بدهد که تمام این عبادت اصل و فصلش تمام برای غیر الله متعال باشد، این همون شریک گرفتن در عبادت الله متعال هست و به معنی خروج از ملت و خروج از اسلام هست. و نوع دومش شرک اصغر هست، یعنی فقط نامش شرک اصغر هست و در حد یک گناه هست و معمولا وقتی گفته می شود که شرک اصغر هست یعنی در حد گناه کبیره هست. در میان گناهان کبیره اگر بخوایم که شرک اصغر رو طبقه بندی بکنیم، جز گناهان کبیره در واقع شمرده می شوند. اما مانند نوع اول شرک اکبر نیست.
شرک اکبر نیست که به معنی خروج از ملت و خروج از اسلام باشه. و مانند این که فرض کنید یک فردی نمازی رو برای الله متعال شروع کرده، برای الله متعال نمازی رو خونده، حالا نماز فرض باشه، نماز نفل باشه، هر عبادت دیگری که باشه، اصل هدفش این هست که فرضی رو که الله متعال برگردنش فرض کرده این عبادت رو انجام بده. اما در وسط نماز مثلا متوجه میشه که پدرش نشسته، برادرش نشسته، نمیدونم رئیس اداره نشسته یا کسی دیگری که به هر صورتی که منفعتی رو داره. الان این فرد به خاطر این فردی که الان نشسته و در معرض دید هست یک مقدار نمازش رو طولانی تر میکنه، رکوع سجودش طولانی تر هست و اون گونه که معمولا دیده میشود گردنش رو بیشتر کج میکنه که این اصلا به معنی خشوع و خضوع در نماز نیست. به هر صورت یعنی نمازش رو بهتر انجام میدهد چون که یک فردی غیر از الله متعال رو میبیند. این در واقع همون ریا هست که شرک اصغر در واقع گفته میشه، شرک اصغر هست و در زمره گناهان کبیره هست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم فرمودند که ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، بالاترین چیزی که من بر شما میترسم و بیم دارم که شما مبتلا آن بشوید شرک اصغر هست. گفتند که یا رسول الله شرک اصغر یعنی چی؟ فرمودند که ریا هست، یعنی خودنمایی، عبادتی رو برای غیر الله متعال انجام بدهید. این به معنی شرک اصغر هست که جزء زمره گناهان کبیره هست. بیشترین چیزی رو که من میترسم در واقع این مورد هست که امت من مبتلا چنین مواردی بشن. و یک مفهومی که در اینجا بسیار دقیق هست که فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه به اون اشاره کردن، گاهی وقت انسان میخواد یک عبادتی رو انجام بدهد، یک عبادتی رو میخواد انجام بدهد و چون که مردم میبینند عبادت رو ترک میکند. به طور مثال کسی رفته در مسجد، دلش میخواد که چند رکعت نماز نفل و سنت اضافه بخواند، نمازش رو یک مقدار طولانی تر بکند، چون که یک فردی نشسته اون رو میبیند الان میگه نه من نماز نمیخوانم چرا که فلانی میبیند. یعنی عکس اون ریا و خودنمایی، یعنی برای فرار از اون چه که احساس میکنه ریاست. یعنی احساس میکنه که ریا هست و میخواد که عبادت رو خالصانه باشه. الان چون که خالصانه نیست مردم میبینند پس اصل عبادت رو و اصل اون نماز رو یا طاعت رو در واقع ترک میکند. اینم در واقع جزئی از مفهوم ریا شمرده می شود. فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه یک جمله بسیار جالب و زیبایی رو داره، میگه ترک العمل لاجل الناس ریا، ترک العمل لاجل الناس ریا والعمل لاجل الناس شرک. ترک العمل لاجل الناس ریا والعمل لاجل الناس شرک. ترک کردن عمل یعنی طاعت و بندگی به خاطر مردم این ریا هست و انجام یک عبادتی برای مردم این در واقع شرک شمرده می شود. از هر دو مورد انسان باید پرهیز بکند. ایشون میفرمایند والاخلاص ان یعافیک الله منهما، از هر دو مورد الله متعال تو را عافیت ببخشد. یعنی به خاطر هیچ کسی عبادتی رو ترک نکن و به خاطر هیچ کسی عبادتی رو که اصلش مشروع هست عبادت الله هست به خاطر انسان این عبادت رو انجام نده. نه به خاطر انسانی عبادت بکن و نه به خاطر انسانی عبادت رو ترک بکن که در واقع همون مفهوم اخلاص است. پس بنابراین این بحث ریا که در این باب اومده ارتباط مستقیمی دارد با اصل توحید، زیرا که ریا یا شرک اکبر هست اون گونه که توضیح دادم یا شرک اصغر هست. در هر دو مورد چه شرک اکبر باشد یا شرک اصغر باشد با اصل توحید در واقع منافات دارد. حالا مواردی حضرت مولانا مثلا شما اشاره فرمودید چون موضوع مهم هست، اگر تو برخی از تفاصیلش هم اشاره بفرمایید. مثلا موضوع نماز رو شما مطرح کردید. ما مشاهده میکنیم احیانا شخص اصلا نماز نمیخونه و پایبند نیست به نماز، حالا به هر دلیلی، ولی مثلا تو یک اداره یک جایی همه دست جمعی جمع میشن، الان خب روش نمیشه نماز نخونه، شاید براش خوب نیست و زیر سوال بره، شرکت میکنه در نماز. این رو میشه نمونه مثلا از شرک ریایی که به شرک اکبر میرسونه انسان مطرح بکنه. بحث عبادتی که برای ریا و خودنمایی خوانده میشه این بستگی داره به اصل نیت یک فرد که در هنگامی که این عبادت رو انشاء کرده، آغاز کرده، هدف و منظورش چی بوده.
و چه بسا که انسان در یک جایی به خاطر ترس از مردم نماز را میخواند، اما در هنگامی که نیت میگیرد و در هنگامی که نماز را میخواند هدفش این نیست که مردم اون را ببینند. حالا که مجبور هست که نماز بخواند، نماز را برای الله متعال میخواند. این از نظر شرعی اشکالی نداره، این جزء موارد حرام شمرده نمیشود. در یک جمعی هست که دیگران نماز میخوانند، میگه حالا من هم نمازی بخونم، و وقتی که نماز میخواند این نماز را صرفاً برای الله متعال میخواند. و اساساً میتونیم این رو به 3 قسمت تقسیم بکنیم. یعنی گاهی وقت انسان عبادتی رو انجام میدهد صرفاً برای غیر الله متعال هست، صرفاً عبادت برای غیر الله متعال. این در واقع همون مفهوم به اصطلاح شرک هست، ریا هست که ریای محض هست و این عبادت در واقع عبادت باطلی هست، هیچ گونه ثوابی رو ندارد. اون گونه که در روایت اومده که در روز قیامت الله متعال به این چنین افراد میگه که بروید و ثواب و پاداش اعمالتان را از آن کسانی بگیرید که برای اونها و به خاطر اونها نماز میخوندید، یا نظم میکردید یا صدقه میدادید. یعنی هر عبادتی، بحث نماز نیست، چه بحث نماز باشه، روزه باشه، زکات باشه، حج باشه، هر عمل دیگر، هر عبادتی رو که انسان صرفاً برای غیر الله متعال، برای خودنمایی و ریا بخواند، این در واقع عمل باطلی هست. این هیچ گونه ثوابی بر این نماز در واقع مترتب نمیشد. پس بنابراین نوع اولش این است که اصل عبادت برای غیر الله متعال باشه، در آن ریا باشه، خودنمایی باشه. این یک مورد. مورد دوم این هست که یک عبادتی رو انسان انجام میدهد به خاطر الله متعال. عبادت به خاطر الله متعال هست. وقتی که نیت کرده، نمازش رو شروع کرده، صرفا این عبادت رو برای الله متعال در واقع شروع کرده، اما در وسط نماز متوجه شده که کسی دیگر اون رو میپاید، تحت نظر هست، الان یک مقدار نماز خودش رو پررنگتر میکنه. الان این بستگی داره که این پررنگتر کردن نمازش یا بهتر نماز خوندنش تا چه اندازه هست. در چنین موارد انسان باید این گونه افکار را و این گونه گمانها را از قلب خودش دور بکند. یعنی نمازش رو همان گونه که خالصانه برای الله متعال شروع کرده، برای الله متعال این رو در واقع ادامه بدهد. در این گونه مسائل اگر انسان این ریا را از خودش دفع کرد یا اینکه ناراض بود، یک فکری هست در ذهن انسان میاد، وسوسه ایجاد میشه، خودش هم نمیخواد اینجوری باشه، اما خود به خود در ذهنش ایجاد میشود که فلانی الان میبیند، نمازت رو یکمی بهتر بکن. اگر با این فکر خودش مبارزه کرد و ادامه نداد، نمازش نماز صحیحی است، نمازش نماز صحیح است. اما اگر وقتی که متوجه شد که یک کسی اون رو میبیند، الان الله رو فراموش کرد، اصل نمازش رو کلا فراموش کرد، الان فقط و فقط هم موقع میشینه که من نمازی بخونم که فلانی از من راضی باشه، مورد رضایت فلانی باشه و توجهش رو جلب بکنه. این عبادت در واقع یک عبادتی هست که از بین میرود، با توجه به این که نماز یک عبادتی هست که اول و آخرش به همدیگر ارتباط داره. یعنی این گونه نیست که مثلا یک رکعتش درست باشه ما بگیم یک رکعتش چون که برای الله بوده اونش درسته، چون که در اون اخلاص داشته، رکعت دومش چون که در آن ریا داشته باطل هست. نه، وقتی که ریا بیاد تمام نماز رو باطل میکنه. اما در صورتی که عرض کردم که خودش مبارزه نکنه با این افکاری که در ذهنش اومده، اگر مبارزه نکند کل این عبادت در واقع باطل میشه. اما در عبادت‌های دیگری که قابل تجزیه هست، فقط همون قسمی که در همون بخشی که در آن ریا صورت گرفته، اون بخش تنها باطل میشد. فرض کنیم یک فردی به طور مثال میخواست صدقه بدهد، یا 1000 ریال 1000 تومان مثلا میخواست صدقه بده، 500 تومانش رو صدقه داد به نام الله و برای رضای الله متعال. خب اینش درسته. 500 تای دیگرش دید که یک فردی متوجه هست اون رو میپاید و میبیند، این رو به اصطلاح به گونه این صدقه رو داد که مردم اون رو ببینن، تعریفش بکنن. خب در این صدقه دومی، در این 500 تومان دومی، این نیتش فرق میکرد. پس بنابراین این قسمت دومش 500 تومان آخری این باطل هست ثوابش، زیرا که به خاطر ریا بوده. اما 500 اولی در واقع هیچ گونه تغییری نکرده، چون که در آن اخلاص داشته، عبادتش و این صدقه از نظر شرعی درسته. اما چون که در نماز یک عبادتی هست که قابل تفکیک نیست، رکعت اول رکعت دومی به تعبیر فقها آخرش مبتنی بر اولش هست، همه یک دست یک نماز شمرده می شوند. وقتی که ریایی در آن صورت بگیره، به خاطر مردم باشه، در واقع کل این عمل رو زیر سوال میبره. حالا حضرت مولانا درباره سمعه شما فرمودید بعضی وقتا یک عبادت انجام میشه در جلوی جمع و هدف شخص این هست که دیگران ببینن و رو رؤیت بکنن که بهش میگیم ریا. نقطه مقابلش باز
که مشکل داشت. باز عبادتی است که در خفا انجام میشه و یا در غیر از دید مردم و شخص میاد و بیان میکنه تا بشنون که فرمودید بهش گفته میشه سمعه. آیا همه مواردی که انسان عبادتی انجام میده و یک جای ذکر میکنه اینا در سمعه داخل میشه یا نه؟ این هم میتونه استثناءاتی داشته باشه. احیانا مثلا یک شخصی برای دفع اتهام از خودش میاد و مطرح میکنه که من این عبادت رو انجام دادم، یا شاید مثلا هدفش این باشه که دیگران رو تشویق بکنه به اینکه یک کار خیری هست، مثلا صدقه میدن، میاد یکی اعلام میکنه که آقا من انقدر هزار یا انقدر میلیون مثلا من دادم. هدفش این نیست شاید که بقیه بشنون، خب میشنون، طبیعتا میشنون، ولی هدفش این باشه که اونها رو تشویق بکنه یا ترغیب بکنه به اینکه این کار رو انجام بدن. آیا اون هم در سمعه داخل میشه یا نه؟ اونجا نیت، چون نیتش چیز دیگه است، سبب میشه که در سمعه داخل میشه. اصل به اصطلاح سمعه بودن یا ریا بودن این بستگی به نیت خود فرد داره. اگر در اول وقتی که به اصطلاح این عمل رو انجام داده نیتش ریا بوده، خب این عمل هم عمل فاسدی هست. و وقتی که برای مردم تعریف میکند که من فلان کار رو انجام دادم، هدفش این است که فقط مردم تعریفش بگویند، حمد و ثنایش رو بگویند، مردم ازش تعریف و تمجید بکنند، خب این همون سمعه هست که در واقع در با ریا در یک حدی هست و حکمش هم دقیقاً حکم همون ریا هست. قبلا عرض کردم مانند این که کسی مثلا روزه بوده و کسی هم خبر نداشته که فلانی روزه هست، الان به خاطر روزه نافله، بله، الان میاد صرفاً به خاطر اینکه مردم از اون تعریف بکنن، مردم خبر بشوند که من عبادت‌های نفلی دیگری رو دارم، من قیام اللیل میخونم، من روزه نفلی میگیرم، صرفاً به این خاطر میخواد برای مردم در واقع بیان بکنه که من در واقع روزه گرفتم و نماز نفل و نماز شب میخونم. این در واقع همون سمعه هست که حکمش با ریا یکی است و سمعه هم در واقع سبب میشود که انسان عملش حفظ بشود، از بین برود و هیچ گونه ثوابی اجری به اون متعلق نیست. اما بعضی موارد به گونه‌ای هستند که انسان شاید مورد اتهام قرار بگیرد برای دفع اتهام. به طور مثال فرض کنیم که مأمور حکومتی به طور مثال اومده یا یک جهت، یک مؤسسه مثلا اومده که شما که به عنوان یک تاجر هستی زکات اموالتون رو باید بیرون بکنید. خب اگر شما بگید نه من زکات نمیدم و فعلا نمیتونم زکات بدم، شاید طرف قبول نکنه، یاد این یک سمعه بدی باشه برای شما که یک مؤسسه خیری رفت پیشش که زکات اموالت رو بده و اون زکاتش رو نداد. یک فقیری مثلا اومد که دنبال زکات و شما بگید مثلا من این زکاتم رو قبلا پرداخت کردم یا به فلان مؤسسه دادم، این جزء مفهوم سمعه در واقع نیست. این یک مورد. مورد دیگر، افرادی که در جامعه به گونه‌ای هستند که مردم از آنها اتباع می‌کنند، الگو هستند برای مردم و به تعبیر دیگر برای این که مردم تشویق بشوند این کار رو در واقع انجام بده. این از نظر شرعی بازم جزء سمعه نیست. به طور مثال یک رهبر باشه، یک حاکم باشه، یک عالم باشه، یک ریش سفید قوم و قبیله‌ای باشه، به طور مثال دعوت بکنه همه رو که زکات اموالتون بدید، اینم زکات مال من، یا مثلا دعوت بکنه که بیاید کمک بکنید برای بنای یک مسجد، اینم سهم من که در اینجا گذاشتم. هدف این مردم ببینند که یعنی این فرد تنها در قالب، یعنی فقط حرف نمیزند، خودش هم مرد عمل هست، خودش هم یک سهمی رو گذاشته تا اینکه دیگران هم در واقع کمک بکنن. این جزء موارد سمعه نیست. سمعه مواردی هست که عملی رو انسان برای الله متعال انجام داده و بعداً تعریف میکند به خاطر اینکه مردم از اون تعریف بکنن، تعریف و تمجید بکنن، این در میان مردم یک آوازه خوبی رو داشته باشه، نه به قصد این که مردم هم کمک بکنن، مردم هم تشویق بشن. اگر به نیت تشویق باشه این جزء موارد سمعه و ریا شمرده نمی شود و گناهی رو ندارد، چه بسا که یک امر مرغوبی هم باشه، منتها برای افرادی که واقعا این عمل در جامعه تأثیری داشته باشه به اتباع از این افراد. ممنونم ازتون از توضیحات جامع و شامل شما در مفهوم ریا. حالا اگر اجازه بفرمایید با این مقدمه زیبای شما بریم سراغ خود باب 35 کتاب التوحید. در باب 35 مانند بقیه ابواب ایشون اول اومدن یک آیه رو از سوره کهف در واقع ذکر کردن که عنوان باب هست باب ما جاء فی الریا، در مورد ریا، و آیه هم که ذکر کردن قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد، که الله متعال خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که ای پیامبر من اعلام بکن به مردم که انما انا بشر، من فقط مانند شما یک بشر هستم.
یعنی این بشر بودن انبیا یکی از اصول حتمی هست که تمام انبیا اینو بیان کردن برای مردم که من از شما تفاوتی رو در وجودم، در ساختار بشریم با شما هیچ گونه تفاوتی رو ندارم. من هم بشری هستم مانند شما. تنها تفاوتی که من با شما دارم این است که یوحا الیه، به من وحی می شود و به شما وحی نمی شود. چی وحی می شود؟ که انما الهکم اله واحد، که اله شما اله واحدی است. و این اصل توحید است که اله و معبود واحد باشه، یگانه و یکتا و بی همتا باشه، یعنی غیر از الله متعال معبود دیگری وجود ندارد. و در ادامه آیه الله متعال می‌فرماید فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. پس هر کسی که امیدوار ملاقات و دیدار با پروردگارش هست، فلیعمل عملا صالحا، پس باید عملی رو انجام بده که عمل صالحی باشه. عمل صالح یعنی عمل خالص. عمل صالح یعنی عمل خالص، یعنی عملی که صرفاً برای الله متعال انجام بگیرد. اگر این عمل برای غیر الله متعال انجام نگیرد، این عمل خالص نیست و در نتیجه نمیتواند این عمل عمل صالحی باشد، بلکه یک عمل غیر صالح است. پس بنابراین رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما توصیه کردند و اینو اعلام کردند برای ما که من هم مانند شما یک بشری هستم و صفات و ویژگی های بشری رو من دارم و تنها تفاوتی که من با شما دارم در این هست که به من وحی می شود، من پیامبر الله هستم و شما در واقع نیستید. اما در این که اله باید اله واحدی باشه، همه من و شما با هم دیگر مشترک هستیم. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم در کنار تمام افراد امت خودش به اصطلاح عابد هست، باید الله متعال را پرستش بکند و عبادت بکند. معبود نیست. هیچ پیامبری و هیچ ولی و هیچ فرشته‌ای در این حد نیست که در واقع معبود قرار بگیره. اله واحد و یگانه فقط الله متعال هست. و الله متعال می‌فرماید فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. عملتون باید عمل خالصانه‌ای باشه، یعنی بدون ریا باشه و هیچ کسی اجازه ندارد که در عبادتی با پروردگار خودش کسی رو شریک بکنه. اگر این عبادت بگونه‌ای باشه که ناخالص باشه، عبادت صالح نباشه، به معنی که ناخالص باشه، در کنار اراده الله و اراده رضای الله متعال اراده دیگری هم در آن شریک باشد که در آن ریا باشد، در واقع این عمل رو از صالح بودن خارج می‌کند. این عمل عمل صالح و عمل خالصی نخواهد بود. پس بنابراین در این آیه الله متعال به ما دستور داده که در اعمال خودمون، در عبادت‌های خودمون فقط اعمال ما باید صالح باشد، یعنی اینکه خالصاً برای الله متعال باشد. روایتی که در این زمینه اومده در روایت صحیح مسلم هست از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که یک روایت به اصطلاح حدیث قدسی هست، یعنی روایتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از الله متعال نقل می‌کند که الله متعال چنین و چنان فرمودند. قال الله تعالی، الله متعال می‌فرماید انا اغنى الشرکاء عن الشرک، انا اغنى الشرکاء عن الشرک، من از تمام شریکان بی نیازتر از شراکت هستم. یعنی شاید یک شریک دیگری باشه که بی نیاز باشه از شریک و از شراکت، اما من از تمام شریکان بی نیازترم، یعنی هیچ گونه نیازی به شراکت در عبادتی در واقع ندارم. انا اغنى الشرکاء عن الشرک، من عمل عملا، این من عمل عملا این در واقع مجال شرک رو، مجال مشارکت رو در اینجا الله متعال بیان می‌فرماید. من عمل عملا، هر کس یک کار عبادتی رو انجام بدهد، اشرک معی فیه غیری، که در آن عملش همراه با من کسی دیگر را شریک قرار داد، ترکته و شرکه، من اون را و شرکش را و اون عملش را ترک میکنم. یعنی این چنین عملی که انسان در کنار این که به اصطلاح نیتش رضایت الله متعال هست، اما در کنار رضایت الله متعال میخواد که مردم هم تعریفش بکنن، مردم هم ببینند اون را، برای ریا و خودنمایی یک سهمی از این به اصطلاح در نیتش این شراکت وجود داره، هم الله متعال راضی بشود و هم این که مردم ببینند و تعریف بکنن. خب این شراکت در این عبادت هست. الله متعال میفرماید هر کسی که عملی رو انجام بدهد و غیر مرا در این عمل با من شریک بکند، ترکته و شرکه، من خودش را با این عمل مشرکانه رو ترک میکنم. به این معنی که چون این عبادتی در واقع قبول نمی شود و این عبادت ثوابش و پاداشش حبط می شود و از بین می رود. این مفهوم شراکت در عبادت با الله تعالی، یعنی حتی این موارد ساده مثل ریا هم مفهوم شراکت رو
در بر میگیره، چه برسه به این که انسان رسما بخواد انسانی رو که حالا چه ولی هست چه نبی هست بگه من نذر میکنم برای فلانی یا سجده بکنه یا عبادت دیگه. وقتی که یک عبادتی رو برای غیر الله متعال انجام بده، اون خالصانه برای غیر الله متعال است که شرک محضه، هیچ گونه تعویل و تعبیر دیگری رو نمیشه بر اون گذاشت. این ریا وقتی که ما میگیم که فلانی ریاکار هست، یعنی این که اصل عبادت رو شاید برای الله متعال انجام داده، منتها در کنار این که عبادت رو برای الله متعال انجام داده، حظ نفسش هم هست. یک قسمتی از نیتش این است که مردم هم ببینن، تعریف بکنن، به یک مصلحت و یک منفعت دنیوی هم در واقع نایل بیاد. و روایت دیگری که در اینجا ذکر کرده روایت حضرت ابو سعید هست مرفوعاً، این رو از رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر کرده: الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی، آیا میخواهید شما رو من خبر بدم، اطلاع بدم به شما چیزی که نزد من بسیار ترسناک هست، یعنی چیزی که بیشتر از هر مورد دیگر من بیم دارم علیه شما، نگرانم که شما مبتلا به این مورد در واقع نباشید. هو اخوف علیکم عندی، یعنی از نزد من حتی از مسیح دجال هم به اصطلاح من بیشتر نگران این مورد هستم، میترسم بر شما. یعنی آنقدر که من از این مورد بر شما میترسم، از مسیح دجال من نمیترسم. با اینکه بله دجال آخر زمان که رسول الله صلی الله علیه وسلم خیلی زیاد ما رو بیم دادند از دجال آخر زمان، و حتی در روایات هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم بحث استعاذه از دجال را گفتن که شما در هر نماز از الله متعال، یعنی به الله متعال پناه بجویید از شر دجال. یعنی در آخر نماز در التحیات که از دعاهای مسنونی که رسول الله صلی الله علیه وسلم توصیه کردن این است که انسان از مسیح دجال در نماز خودش به الله متعال پناه ببرند. با وجود این که تمامی پیامبران اومدند و ملت و پیروان خودش رو از مسیح دجال ترساندند و بیم دادند، رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند که آنقدری که من در مورد شما از ریا میترسم، از دجال نمیترسم. یعنی مورد بسیار مهمی هست و یکی از مواردی هست که واقعا هم جای ترس داره. یعنی این که انسان عملش نیتش را خالصانه برای الله متعال بگرداند، این واقعا یک امر بسیار شاید برای برخی از مردم سخت باشه. یک از متقدمین و یکی از تابعین هست، میگن وقتی که بهش میگفتند که یک کاری رو انجام بده، میگه صبر کن اول من نیت بکنم، نیتم رو خالص بگردانم. یعنی چه بسا که انسان اساسا یک عملی رو برای الله متعال انجام بدهد، اما در هنگام آغاز این عمل میبینیم که شیطان میاد یک چیزی دیگری رو وارد نیتش میکنه. پس بنابراین نیاز هست که انسان همیشه باید در هنگام نیت کردن و در هنگام آغاز یک عمل دوباره نیت خودش رو یک مروری بکنه که آیا واقعا برای الله متعال هست یا برای الله متعال نیست. رسول الله صلی الله علیه وسلم در وقتی که این رو فرمودند، صحابه گفتند که قالوا بلا یا رسول الله، بله به ما خبر بده که شما از چه چیزی بیم دارید بر ما، میترسید که ما مبتلا به چه گناهی بشیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند قال الشرك الخفی، الشرك الخفی، شرک خفی و شرکی که پوشیده باشه. خب از این عبارت این فهمیده می شود که شرک بر دو نوع است. یکی شرک جلی هست، شرک جلی و واضح و آشکاری هست، مانند این که انسان به جای این که برای الله متعال نماز بخواند، برای یک بت نماز بخونه. به جای این که به دور خانه کعبه طوافی را انجام بده، دور بر قبری مثلا طوافی را انجام بده. به جای این که برای الله متعال ذبح بکنه، برای صاحب قبری فلان پیر و پیغمبر و امام و امامزاده مثلا نذر بکند یا حیوانی رو ذبح بکند. اینا جز موارد شرک جلی هستن، شرک آشکار، شرک واضح و آشکاری هست، همه میدونند که این شرک هست. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من از شما از در مورد شرک خفی، شرکی که پوشیده و پنهان هست، من خیلی بیم دارم که مبادا شما مبتلا به این مورد بشویم. خب در تفسیرش رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند یقوم الرجل فیصلی، گاهی وقت انسان برمیخیزد برای نماز که نماز بخواند، فیزین صلاته لما یرى من نظر رجل، و وقتی که نماز میخواند تازه متوجه میشد یک فردی اون رو میبیند، تحت نظر هست و یک مقدار نمازش را آرایش میدهد، نمازش را بهتر و زیباتر میگرداند، به خاطر اینکه فلانی هم الان مرا در میبیند. این جز مواردی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم این رو جز شرک خفی در واقع قرار دادند.
پس بنابراین اون گونه که از خود عنوان باب در واقع مشخص میشد که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه باب ما جاء فی الریا آوردند، یعنی این که ریا یک منافاتی با اصل توحید رو داره، با توحید خالص در منافات هست. و این روایتی رو که در آخر هم شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه آوردند که الشرک الخفی، یعنی این که ریا در واقع یک نوع شرکی هست و یک شرک خفی و پوشیده و پنهانی هست که انسان اگر میخواهد که توحیدش یک توحید کاملی باشد، لازمش این است که نه تنها این که از شرک جلی واضح و آشکار انسان باید پرهیز بکند که مبادا مبتلا به شرکی بشوند، حتی از مواردی که شرک خفی هستند و پوشیده و پنهان هستند، از این موارد هم انسان باید پرهیز بکند تا اینکه توحیدش یک توحید کامل و صحیح و درستی باشه. حضرت مولانا درباره موضوع ریا، گرچه اینجا یک آیه و یک حدیث بیشتر ذکر نشد و توضیحاتی که شما فرمودید، مشخص میشه که موضوع بسیار خطرناک هست و حضرت رسول صلی الله علیه و سلم حتی نگرانند بر این امت که بیش از نگرانیشون بر دجال. چه مواردی به ما کمک میکنه تا ما از واقع شدن در موضوع ریا نجات پیدا بکنیم؟ من مسلمانی که بالاخره روزانه دارم عبادت میکنم، حداقل 5 وقت نمازم رو میخونم و موارد دیگری رو که احساس میکنم عبادت هست. طبیعتا در این موارد جاهایی هست که من دور بر من انسانهایی هستن که میبینن کار من رو و یا شکل کار من به نحوی است احیانا اصلا در جمع انجام میشه. حالا تنها نماز نیست، بعضی وقتا دعوتی هست، بعضی وقتا صدقه‌ای هست، بعضی وقتا کار خیری هست. چه کار باید بکنم تا کمک بکنم و چه مواردی من کمک میکنه تا از واقع شدن در ریا نجات پیدا بکنم؟ واقعا این یک قضیه بسیار یعنی مهم و اساسی هست، یعنی هم در بعد دعوت و مسیر هدایت خود یا دیگران و هم در بعد اعمال و عبادت‌های فردی که انسان انجام می‌دهد. و از بس که این قضیه بسیار مهم و اساسی هست، در روز قیامت هم اولین کسانی که مؤاخذه میشوند کسانی هستند که در واقع اخلاص در عبادت نداشتند، به معنی دیگر یعنی ریا میکردند. ریاکاران و کسانی که خودنمایی میکنند در روز قیامت بنابر روایتی که در این زمینه آمده اولین کسانی هستند که آتش جهنم با اونها شعله‌ور میشوند. در روایت آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اولین فردی که در آتش جهنم انداخته می شود و آتش جهنم با اون در واقع شعله‌ور می شوند 3 نفر هستند و 3 گروه هستند. اولین شهید و دومین فردش عالم هست و سومین فردش یک ثروتمندی که بسیار اهل بخشش و سخاوت بوده. 3 شخصی که ما خیلی واقعا آرزومندیم که از اینها باشیم، از این گونه موارد باشیم: شهید، عالم و بله. تاجری که انفاق میکنه و این جز مواردی هستند که در واقع در روایت اومده که یعنی حسد ورزیدن در این موارد جایز هست، یا به معنی رشک خوردن. بله. که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا حسد الا فی اثنین، فقط در 2 مورد شما میتونی حسد داشته باشید، یعنی اینکه رشک داشته باشید، یعنی آرزو بکنید کاش که من جای این گونه افراد بودم. یک فردی که الله متعال به اون علم دینی رو عنایت کرده، در شب و روز مشغول قرآن هست، تلاوت قرآن، تعلیم قرآن هست، این واقعا جای غبطه داره که انسان آرزو بکنه کاش که من به جای چنین فردی بودم. یا فرد دومی انسانی که به اصطلاح ثروتمند هست و الله متعال به اون توفیق داده که مال و ثروتش رو در راه الله متعال خرج بکنه. قد سلط الله علی هلکته، یعنی الله متعال رو مسلط کرده بر مالش که این مال رو در راه خدا انفاق بکنه. این 2 مورد واقعا جز مواردی هستند که انسان در واقع باید به این گونه موارد رشک بخورد. شهید هم که بسیار بالاترین درجه به اصطلاح مرگ هست و که هر کسی این آرزو رو در واقع دارد که جز شهدا باشه، همنشین انبیا و اولیا و صدیقان و شهدا و صالحین باشه. با این که این همه فضیلت دارند، هم بحث شهادت و هم 2 مورد دیگر، اما اولین کسانی که در روز قیامت در آتش جهنم انداخته میشوند همین مورد هست. در روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند در روز قیامت الله متعال فرد شهید رو میاره که و الله متعال تمام مواردی رو که به اون انعام کرده، نعمت‌های الله متعال رو بهش یاد دهانی میکند که من به تو جسم و جان زیبایی داده بودم، قدرت و پهلوانی زیادی رو داده بودم و فلان و فلان و فلان نعمت رو داده بودم. و اون فرد اعتراف میکنه که بله پروردگارا این نعمت‌ها رو به من دادی. خب در مقابل این همه نعمت تو چه کار کردی؟ میگه که من فقط جان ناقابلی داشتم که اینو در راه تو قربان
قربانی کردم و خودم را فدا کردم به خاطر دین خودت. الله متعال میفرماید کذبت، تو داری دروغ میگویی، تو این کارا رو انجام دادی تا اینکه گفته بشود که تو قهرمانی و تو بسیار با جرأت و با شهامت هستی. و مردم که اینا گفتن در دنیا، تو به عنوان نمیدونم یک آرمی هم به تو داده بودند، یک لقبی هم در دنیا قهرمان و پهلوان و نمیدونم شهید ملی به داده بودند که به هدف خود در دنیا رسیدی. امروز نزد من هیچ گونه پاداشی رو نداری، اینو در آتش جهنم میاندازم. نفر دوم کسی که صاحب قرآن هست، عالم به قرآن هست و یک دانشمند دینی هست. تو برای الله متعال چه کار کردی؟ با تعجبی که الله متعال یعنی تمام نعمت ها رو یادآوری میکند، این فرد اعتراف میکند که بله این همه نعمت و ناز و نعمت و احسان های الله متعال رو میگه من میشناسم، دیدم، الله متعال به من عنایت کرده بوده. خب چه کار کردی در مقابل این همه نعمت الله متعال؟ در شکر نعمت چه کار کردی؟ شب روز مشغول قرآن بودم، تلاوت میکردم یا قرآن رو به دیگران آموزش میدادم، علوم اسلامی رو آموزش میدادم. میگن کذبت، تو دروغ میگی، تو فقط به این خاطر این انجام میدادی که به تو بگن که فلانی عالم هست، فلانی قاری هست و در دنیا معروف بودی، مشهور بودی، قاری فلانی، مولوی فلانی، مولانا فلانی و به هدف خودت رسیدی. امروز نزد من هیچ گونه پاداشی رو نداری و اینو به سر در آتش جهنم میاندازن. نفر سوم ثروتمندی رو میارند، الله متعال تمام نعمتاش رو یادآوری میکند، میشناسد. خب در مقابل این همه نعمت چه کار کردی؟ میگه که من هر چیزی رو که داشتم در راه تو خرج کردم، هر جایی که من میشنیدم که مردم نیاز دارن، راه خیری هست، در اون راه من خرج کردم، هزینه کردم. بازم الله متعال میفرماد که کذبت، تو در واقع دروغ میگی و فقط این کارا رو انجام دادی که مردم به تو بگن که فلانی خیر هست و اهل به اصطلاح بخشش هست و انسان سخاوتمندی هست که در دنیا به تو این گفته شد. پس بنابراین امروز نزد من هیچ گونه پاداشی رو نداریم. بزرگترین اعمال و با ارزشترین اعمال زمانی که یک مقداری در آن هم ریا باشه، خودنمایی باشه، کل این عمل کاملا از بین می رود. مانند ثواب شهادت، ثواب علم و تعلیم در واقع قرآن و ثواب انفاق و صدقه و خیرات، تمام اینها چون که در آنها یک مقداری ریا و خودنمایی بوده، تمام این اعمال در واقع حبس می شود و از بین می روند. و چه واقعا دردناک هست که انسان یک عمری در دنیا اعمال خیری رو انجام بده، امیدوار باشد که در روز قیامت این اعمال دست من رو بگیرند یا به این سبب بشوند که مورد رحمت الله متعال قرار بگیرم، اما در قیامت تازه متوجه بشود که نه، در واقع تمام اعمالی که من انجام دادم اینها به اصطلاح هباء منثورا رفت و حبس شد. و علتش چی بوده؟ این که خود انسان در واقع دقت نکرده و عمل رو وقتی که ما انجام میدیم، زحمتی رو که ما متحمل میشیم، خب این زحمت هست. اگر یک عبادتی رو که ما انجام میدیم این خالصانه برای الله متعال باشه، 100% آثار این حسن نیت ما در زندگی ما بروز خواهد کرد. وقتی که یک انسانی عملی رو برای الله متعال انجام میدهد، خالص باشد در عمل خودش، الله متعال این عمل را بپذیرد، نزد خودش محبوب می شود و در میان مردم هم این انسان محبوب می شود. الله متعال اعلام میکنه در آسمان ها که فلانی رو من دوست دارم، شما هم دوست داشته باشین. ثم یوضع له القبول فی الارض، در میان مردم مقبولیت پیدا میکنند، مردم اون رو میپذیرند، مردم از یعنی محبوب میشوند در دل و جان مردم. این آثار رو خود به خود دارد. عبادت خالصانه گذشته از این که ثوابی نزد الله متعال دارد، حسن به اصطلاح شهرت و آوازه در میان مردم هم دارد. این واقعا یعنی دلیل نادانی هست و دلیل جهالت هست که در چنین موارد یک انسانی بیاید و این گونه عملی را صرفاً به خاطر یک شهرت یا یک منفعت آنی دنیوی در واقع این رو انجام بده. پس بنابراین برای اینکه ما از این تبعات شوم ریا در واقع پرهیز بکنیم، اول این است که خود معنی اخلاص رو ما بفهمیم که اخلاص یعنی چی و حق الله متعال را که عبادت خالصانه حق الله متعال هست. مواردی رو که جز ریا هستند این موارد رو ما باید دقیقاً بدانیم و علم دینی و علم شرعی در واقع ضامن این هست که ما رو از افتادن در دامنه و در منجلاب ریا و خودنمایی در واقع ما رو نجات بده از این موارد.
و انسان باید فکر بکنه همیشه که این خودنمایی که من به اصطلاح اگر از من سر بزند یا عبادتی رو من برای غیر الله متعال انجام بدم، نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه عقلانی که با توجه به آیات قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم به دست میاد این است که این عمل در روز قیامت هباء منصور می شود، باطل می شود. خب چرا یک انسان عاقل یک کاری رو بکند که کل عملش از بین برود؟ همین عمل را تو می توانستی انجام بدی خالصانه برای الله متعال بشود تا اینکه در روز قیامت در واقع نیازمندی تو بیشتر هست از این شهرت آنی که در دنیا و چند روزی که در دنیا عایدت بشود یا اینکه نشود. چه بسا که مردم واقعا امروز هم یعنی کاملا واضح و آشکار است که فلانی اهل ریا هست، کسی که در هنگام دعا رو به طرف قبله مثلا دوربین رو گرفته از خودش عکس میگیرد یا در هنگام نماز خود در نماز هست با یک دستش از خودش عکس میگیرد. خب این در واقع نه تنها اینکه تعریفی ندارد بلکه در میان مردم بدنام میشد فلانی اهل ریا و در واقع سمعه هست. پس بنابراین وقتی که انسان به عاقبت ریا و به عاقبت خودنمایی و سمعه توجه بکند و فکر بکند، قطعا اینها عواملی هستند که انسان را از افتادن در ورطه ریا ان شاء الله نجات خواهند داد. ان شاء الله که الله متعال به ما و شما و همه بینندگان عزیز این توفیق رو بده که با نیت خالص خودمون از این مهلکه نجات بدیم. اگه اجازه بدید به همراه شما بینندگان عزیز میان برنامه ببینیم. باز میگردیم ان شاء الله به همراه شما بینندگان عزیز ادامه موضوع رو در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان خواهیم
تلوح ومنهج يتألق درر هنا تبدو كشمس تشرق يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق قيم تلوح ومنهج يتألق. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران همچنان با شما هستیم و بررسی باب 35 از کتاب توحید شیخ محمد بن عبدالوهاب با محوریت موضوع ریا و خودنمایی. در بخش گذشته حضرت مولانا اشاره کردن به آنچه که در این باب آمده بود، یک آیه از کلام الله مجید و همچنین احادیثی که در این باب اشاره شد. 2 حدیث بود از رسول الله صلی الله علیه و سلم و درباره خود ریا صحبت شد که خودنمایی است و انجام دادن یک عبادتی است به قصد دیدن دیگران که دیگران ببینن و انسان این عبادت رو برای دیگران انجام میده و 2 نوع داره، آنچه که خاص عبادت برای دیگران انجام بشه که شرک اکبر است و آنچه که انسان برای الله تعالی انجام میده و در کنارش دیگران رو هم مد نظر داره یه تعریف و تمجیدی از انسان بکنن که به به و چه چه نمازی و چه عبادتی و چه خشوع و چه خضوع و چه اخلاصی. این رو بهش میگن ریا و خطرناک است بسیار. و نوع دیگری هم که با تعبیر دیگری استفاده میشه از ریاست و سمعه در کنار ریا ذکر میشه، عمل شبیه اون است با مقداری تغییر در شکل کار. عبادتی که انسان در تنهایی انجام میده، بعد میاد جوره دیگران صحبت میکنه و ذکر میکنه که فلان من چه کار کردم و این کارو کردم و من اینطوری هستم و من تا دیگران بشنون و این شنواندن دیگران که سمعه نامیده میشه هم نوع دیگری از همین عمل هست با تفاوت در تعبیر. ریا و سمعه که هر دوتا خطرناک هستن و از الله تعالی میخوایم که همین ما شما را از این فتنه ها و بلاها نجات بده. باز میگیم حضرت مولانا در خدمت شما هستیم با ادامه صحبت. با توجه به اینکه وقت و فرصت زیادی نداریم، باب دیگرشون که در محتوا و مضمونش یکی هستن با باب گذشته. باب قبلی تمام شد، چیز دیگری فقط نکاتی هستند که شیخ محمد بن عبدالوهاب برداشت کرده بود از این روایت که من در لابلای کلام من در واقع واضح و آشکار بود. و باب 36 را عنوانش رو گذاشته من الشرک اراده الانسان بعمله الدنیا. باب اولی یک باب عام بود برای ریا یعنی خودنمایی. الان این غرض این خودنمایی چی باشه؟ هیچ گونه قیدی در اونجا نیاورده بود. آیا یکی از امور دنیوی، منافع دنیوی باشه یا منافع غیر دنیوی باشه، همه عام و شامل تمام مقاصد دیگر بود. اما در این باب صرفا آمده این که انسان یک عبادتی را به منظور دستیابی به دنیا انجام بده. باب 36 من الشرک اراده الانسان بعمله الدنیا. یعنی این باب فقط در مورد این است که یک انسانی در عملش، در نیت خودش، در عبادت شرک داره و هدفش از این عبادت این است که به یک مال و منال دنیوی، ثروت دنیوی در واقع دست پیدا بکنه. یعنی اگر اراده انسان از عبادت دنیا باشه شرک میشه. بله. آیه رو که در اینجا آورده آیه 15 و 16 سوره هود هست که الله تعالی میفرماید من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفی الیهم اعمالهم فیها. هر کسی که در واقع اراده دنیا را داشته باشه، من کان یرید الحیات الدنیا، یعنی عبادتی رو وقتی که انجام میدهد هدفش از این عبادت همون زینت و زرق و برق مال دنیایی باشه یا زینت دنیا باشه، نوفی الیهم اعمالهم فیها، ما اعمالشون رو در دنیا به اونها باز میگردانیم. یعنی نتیجه عملش رو در دنیا خواهد دید و در روز قیامت هیچ گونه پاداشی رو نزد ما نخواهد داشت. پس بنابراین این جمله من کان یرید الحیات الدنیا اشاره به این هست که کسانی که اعمال عبادی رو انجام میدهند به قصد رسیدن
به مال و منال دنیا که الله متعال برای هر کسی که بخواهد و چه مقداری بخواهد این دنیا اهداف دنیوی رو برای انسان‌ها برآورده می‌کند و برای هر کسی هم که نخواهد حتی چه بسا که همین اهداف دنیوی غرض‌های دنیوی اونها هم چه بسا که برآورده نشود. در اینجا شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه یک روایتی رو از صحیح بخاری در اینجا ذکر کردن که از ابو هریره رضی الله تعالی عنه است و فی الصحیح عن ابی هریره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرهم. زیرا که مال و منال دنیا وقتی ما بگیم بیشتر پول دینار و درهم هست یا اینکه به اصطلاح اسباب و وسایل دیگر هستند که رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا ذکر کرده. تعیس یعنی هلاک باد یا این میتونه هم معنی اخبار رو داشته باشه و هم معنی دعا رو داشته باشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرهم، یعنی اینکه هلاک باد نابود باد کسی که بنده درهم و دینار هست. یا به تعبیر دیگر وقتی که اخبار باشه رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر میدن تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرهم، یعنی بنده دینار و درهم نابود هست، در هلاکت و در خسارت هست. تعیس عبد الخمیسه و تعیس عبد الخمیله، هر دو تا به معنی خمیسه به معنی به اصطلاح ردا هست یا به تعبیر امروزی بکنیم لباس. تعیس عبد الخمیله معنی زیرانداز، کسی که به خاطر یک لباسی به خاطر یک فرشی یک کاری رو انجام بده، یعنی بنده درهم و دینار یا بنده لباس و اسباب و وسایل زندگی باشه. خب این انسان چی هست؟ ویژگی های کسانی که بنده دنیا هستند ویژگی هاشون چی هست؟ این اعطی رضی، اگر به اونها چیزی داده بشود راضی میشوند. این که اگر الله به اونها رزق و نعمتی داشته باشه شاکرند، میگه الله به ما نعمت داده. اما اگر رزق روزی رو الله متعال به اونها نداده باشه کم داده باشه به دین و دنیا و خدا و پیغمبر همه در واقع از همه ناراضند و بد میگن. یا این که اگر که به طور مثال از مال غنیمت یا از مال بیت المال به اونها داده بشه راضی اند، انسان و مسلمان خوبی هستند و اگر داده نشد دیگه برعکس میشن. این اعطی رضی، اگر به اون مال دنیا داده بشود انسان خوبی هست راضی هست. و این لم یعط سخط، اگر هم چیزی بهش نرسد در واقع گلایمند و خشمگین هست. تعیس و انتکس یعنی نابود هست و در هلاکت هست و در سرنگونی هست. و اذا شیک فلانتقش، یک تعبیر بسیار جالبی هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم. و اذا شیک فلانتقد، این شیک از بحث ماده شوکه گرفته شده به معنی خار، یعنی اگر خاری در بدنش فرو برود نمیتواند اون رو بیرون بکند یا خار دوباره بیرون نمیاد. تعبیر بسیار یعنی عمیقی هست که اگر خاری به اون برسد در بدنش فرو بشود نمیتواند خار رو بیرون بکشد یا اصلا خار از بدنش دوباره بیرون نمیاد. یعنی این که یک ضربه کوچیکی اگر در دنیا به اون برسد، یک ضرر و زیان مالی به اون برسد یا غیر مالی برسد، این فراموش شدنی نیست براش، این براش همیشه مونده. الان فرض کنیم یک روز در یک گذشته مثلا ضرر مالی کرده، ضرر جانی کرده، ضرر زیانی برسد، تا زنده هست خاطره این تازه هست، همیشه یاد میکند که فلان روز نمیدونه فلان مشکل برای من پیش اومد. زخمش درمان نداره، زخمش همیشه در واقع بروز هست و همیشه یادآوری میکند. و اذا شیک فلانتقش، این اگر خاری در بدن اون برود این خار بیرون آمدنی در واقع نیست، یا اینکه نمیتواند فراموشش بکند اون مورد را، زشکش میشه. بله. طوبی لعبد آخذ بعنان، در مقابل این کسانی که عبد درهم و دینار هستند، بنده دنیا هستند و ارادهشون فقط بر دنیا هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم یک فرد دیگر و مؤمنی رو مثال زدن. طوبی لعبد، خوشا به حال انسانی که آخذ بعنان فرسه، لگام اسبش را گرفته در راه الله متعال جهاد میکند. اشعث رأسه، سرش به اصطلاح ژولیده هست. در مقابل اون مورد دیگر که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن تعیس عبد الخمیسه و تعیس عبد الخمیله، یعنی این کسی که به ظاهر خودش خیلی میرسه، به لباس و ظاهرش میرسه. در این مقابل کسی را آورده که در راه الله جهاد میکند، در فکر ظاهرش هم نیست، این ظاهر براش چندان مهم نیست. اشعث رأسه، ژولیده حال هست. مغبرة قدماه، و خاکالود هست، زیرا که در راه الله متعال در حال حرکت و جهاد است. ان کان فی الحراسه کان فی الحراسه،
اگر اون رو نگهبان بذارند خب نگهبانی میکند. این هیچ برایش ابایی وجود نداره. خدمت به یعنی دین خدمت هدفی که دارد این است که در این مجموعه خدمتکار باشه. یک کاری از عهدهش برمیاد اون کار انجام بده. الان این کار نگهبانی باشه یا اینکه در آخر صف باشه یا در اول صف باشه یا هر کاری رو که بهش محول بکنه برش مهم نیست. این کان فی الحراسه کان فی الحراسه، اگر اون رو نگهبان بذارند خب نگهبانی میده. و این کان فی الساقه کان فی الساقه، اگر بگن در آخر لشکر حرکت بکن حرکت میکنه، هیچ مشکل نداره. این استأذن لم یؤذن له، از بس که این انسان فقط در فکر الله هست، دنبال جاه و مقام دنیوی نیست، به اندازی هست کسی اونم نمیشناسه. اگر یک جایی بره در بزنه اجازه بخواد کسی بهش اجازه نمیدهد، یعنی اون رو به بار در به اصطلاح محضر بزرگان و حکام و پادشاهان کسی چنین فردی رو راه نمیدن. و این شفاعه لم یشفع، اگر بده جای شفاعت بکنه کسی حرفشون قبول نمیکنه، سفارشش در واقع قبول کرده نمیشه. اما پیش الله تعالی اجر میخواد. بله قطعا این کسی که ارادهش الله متعال هست، مجاهد در راه الله متعال هست، این نزد الله متعال ارزش بسیار زیادی رو داره. در مقابل اون کسی که عبد درهم و دینار هست و به ظاهر خودش میرسد و هم غمش فقط ظاهر است و در باطن چیزی رو نداره، فقط ارادهش از تمام اعمال دینی و دنیویش فقط و فقط دنیا هست، اون نزد مردم شاید یعنی عزیز باشه اما نزد الله متعال در واقع ذلیل هست. پس بنابراین هر کسی که به ارادهش از اعمالش از اعمالی که انجام میدن دنیا باشد، در روز قیامت هیچ گونه اجر و پاداشی رو ندارن. الله متعال اگر بخواهد و در هر حدی که بخواهد یک مقداری از اهداف دنیوی او را برایش برآورده خواهد کرد، اما در روز قیامت هیچ گونه اجر و پاداشی رو نداره. در مقابل کسی که هدفش از اعمالی که انجام میدهد فقط الله متعال هست، چه بسا که در دنیا هم الله متعال به او رزق و روزی بدهد و در روز قیامت هم پاداشش به صورت کامل در واقع باقی خواهد ماند و نزد الله و رسولی که به اصطلاح انسان صالح است و که ارزش و مقام و جایگاه خاص خودش را دارد. این دو تا باب در واقع با هم دیگر ربط دارند که یعنی ریا، چیزی که هدف انسان از ریا و خودنمایی یک امر معنوی باشد یا یک امر دنیوی باشد، هر دوتاش در واقع جزء مفهوم شرک هستند و جزء شرک اصغر که هستند و شرک اصغر هم جزء گناهان کبیره در واقع شمرده میشن. بله. این همین روایات که در این دو باب شیخ محمد بله باب تمام شد و دو تا باب این همین روایات رو در کتاب حاشیه هم به صورت گسترده هست. این همین تعبیرات هم وجود داره با تعابیر متفاوت که معنا و مفهومش این هست هم وجود داره. یعنی این که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه اگر اومده گفتند که مثلا ریا شرک هست، این رو از خودشون نگفتند. اگر گفتن کسی که هدفش از عبادت مثلا امور دنیوی باشه، این در واقع مشرک هست، مرتکب شرک اصغر شده، این رو از طرف خودش نگفته. این همین تعابیر و این همین مفاهیم از اقوال اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع هم وجود داره که به برخی از این موارد من اشاره میکنم. به طور مثال در کتاب میزان الحکمه در صفحه 1372 که جلد 4 میفته در بابی داره با 1409 در اینجا که عنوان بابش این است: من عمل لغیر الله وکله الله الیه. اگر کسی عملی رو برای غیر الله متعال انجام بدهد، الله متعال اون رو به خودش واگذار میکند. و روایتی رو در این زمینه داره که متفاوت هستند و روایت 6785 که در اینجا اومده دقیقاً همون روایتی است که اهل سنت و جماعت و شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در باب 35 ذکر کرده بود. یقول الله سبحانه انی اغنى الشرکاء، من غنی‌ترین شریک از تمام شرکا هستم. فمن عمل عملا ثم اشرک فیه غیری فانا منه بریء. هر کسی که چنین عملی رو انجام بدهد که کسی دیگر رو در آن عمل با من شریک بگرداند، من از اون در واقع بیمار هستند. و هو للذی اشرک به دونی، اون عمل رو من واگذار میکنم به همون شریک دیگر، من نیازی به چنین عبادتی رو در واقع ندارم. تمام این روایاتی که در این باب اومده در واقع گویای این مطلب هستند، اما این موردی هست که در کتاب شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه ذکر شده بود. در آخر این صفحه در روایت 6788 هست که از امام صادق نقل شده، قال الله عز وجل، که همون عبارت و تعبیر هست از زبان امام صادق. قال الله عز وجل، الله متعال در واقع میفرماید: انا خیر شریک، من بهترین شریک هستم. انا خیر شریک، من بهترین شریک هستم. من اشرک معی غیری فی عمل، هر کسی که غیر مرا در یک عمل شریک بگرداند، لم اقبله، من اون عمل رو قبول نمی کنم.
لم اقبله الا ما کان لی خالصا، من چنین عملی رو قبول نمی کنم مگر عملی را که خالصانه برای من باشه. روایت بعدی هم قال الله عز وجل من عمل لی ولغیری فهو لمن عمل له، که همون مفهوم رو در واقع میرساند. و جالب اینجاست که در باب بعدی، باب 14-12 در آخر همین صفحه، همین آیه رو آورده که شیخ محمد ابن عبدالوهاب در ابتدای باب 35 دقیقاً همین آیه رو ذکر کرده بود و اون چیزی رو که شیخ محمد ابن عبدالوهاب تفسیرش رو در قالب روایت آورد دقیقاً همون تفسیری هست که از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هم نقل شده. به طور مثال این آیه رو آورده که شیخ محمد ابن عبدالوهاب ابتدا این آیه رو آورده بود و خود این دنبالش رو آورده بود. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادة ربه احدا. از امام صادق نقل شده فی قوله عز وجل درباره این آیه فمن کان یرجو لقاء ربه الرجل یعمل شیئا من الثواب لا یطلب به وجه الله، انسان کار خیری رو انجام میده اما هدفش الله متعال نیست. انما یطلب تزکیه الناس یشتهی ان یسمع به الناس، دلش میخواد مردم اینو بشنوند، یعنی در آوازش در میان مردم بلند بشود. فهذا الذی اشرک بعبادة ربه، این بدین معنی هست که چون این فردی در عبادت پروردگار خودش مرتکب شرک شده، عبادتی رو برای غیر الله انجام داده صرفا به خاطری که مردم بشنوند، این چون این فردی مرتکب شرک شده. این همین روایت که از امام صادق نقل شده، این همین تفسیر در روایت بعدی که 67-94 هست، این همین تعبیر در اونجا آمده که الامام الباقر علیه السلام سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن تفسیر قول الله فمن کان یرجو لقاء ربه فقال من صلى مراعاة الناس فهو مشرک. اگر کسی به خاطر نشان دادن و خود نمایاندن به مردم نماز بخواند فهو مشرک، چون این کسی در واقع مشرک هست. و در باب بعدی که 14-13 هست و روایت 67-99 دقیقاً همون موردی رو که از زبان رسول الله صلی الله علیه وسلم همون روایت رو ذکر میکنه در اینجا که عنه صلی الله علیه وسلم ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، بالاترین چیزی که من از شما در مورد شما من بیم دارم اون شرک اصغر هست. قالوا و ما الشرک الاصغر یا رسول الله، شرک اصغر چی هست؟ قال الریا، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن الریا که در حاشیه اینو علامت داده که در کتاب عدة الداعی اومده. و همچنین در کتاب کافی هم بابی رو داره به عنوان باب ریا کافی، اصول کافی جلد 2 و باب 116 هست. چندین روایت رو در اینجا آورده که به طور مثال روایت سومی که در این باب اومده از علی ابن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمر این روایت کردن و روایت این گونه هست که ابو عبدالله امام جعفر صادق فرمودند کل ریاء شرک. بله روایت سوم و تمام روایت در واقع همین مفهوم رو میرسونند، اما این صریح تر است. کل ریاء شرک، هر گونه ریایی شرک هست. انه من عمل للناس کان ثوابه علی الناس، کسی که برای مردم عملی رو انجام بده ثوابش رو هم باید از مردم بره بگیره. و من عمل لله کان ثوابه علی الله، و عملی که برای الله متعال باشد اون عمل رو در واقع الله متعال ثوابش رو خواهد داد. این در مورد باب اولی بود. دقیقاً می‌بینیم که عین همون روایات و همون مفاهیمی رو که شیخ محمد ابن عبدالوهاب ذکر کرده بود در اقوال ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هم اومده. باب بعدی که عنوان باب را شیخ محمد ابن عبدالوهاب این گذاشته بودن من الشرک اراده الانسان بعمله الدنیا، دقیقاً همین تعبیر در روایات اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود داره. به طور مثال در کتاب میزان الحکمه روایتی بابی رو داره، باب 447 که در مورد التجارت و الدین اومده، روایت 2102 هست که عنه علیه السلام که از امام علی رضی الله تعالی عنه است که این روایت اول از امام علی حضرت امام علی و عنه برمیگرده به همون روایت قبلی که امام علی رضی الله تعالی عنه فرمودن من طلب الدنیا بعمل الاخره، کسی که در انجام عمل آخرت هدفش رسیدن به دنیا باشد. هر کسی که طلب بکند دنیا را توسط عمل آخرت، یعنی با عبادت ها، بله با عبادت ها، کان ابعد له مما طلب، این در واقع به هدفش نخواهد رسید و ناکام خواهد موند. و همچنین در کتاب بحار الانوار جلد 70
در این زمینه روایتی رو داره که قریب به این روایت هست، صفحه 218 جلد 70 هست. منه قول النبی صلی الله علیه و سلم، از جمله که در مورد من کان یرید حرث الاخره نزد له فی حرثه، دقیقاً همون مواردی رو که شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه ذکر کرده بود، همین مفهوم در اینجا آورده. من طلب دنیا بعمل الاخره، هر کسی که طلب بکنه دنیا را توسط و به وسیله عمل آخرت، فما له فی الاخره من نصیب، در آخرت هیچ گونه نصیب و بهره ای رو نخواهد داشت. این موردی رو که شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه در قالب آیه و روایت ذکر کردند که من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفی الیهم اعمالهم فیها، که در دنیا به یک نتیجه خواهد رسید اما در روز قیامت هیچ گونه سهمیه و پاداشی رو نخواهد داد. از بنابراین می‌بینیم که تمام مواردی که شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه به عنوان مفاهیم توحیدی ذکر کرده بود و مواردی را که به عنوان شرک ذکر کرده اونها رو شرک نامیده، یعنی این که انسان با عملی که برای الله متعال هست، عبادتی که باید خالصانه برای الله متعال انجام بگیرد، این عبادت را برای خودنمایی باشه، برای اینکه مردم بشنوند، تعریف و تمجید بکنند، یا این که انسان به یک منفعت مادی برسد، اینا تمامشون جز موارد شرک هستند و شرک اصغر و در حد گناه کبیره هستند که دقیقاً آنچه را که شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه فرمود با اقوال ائمه اهل بیت هیچ گونه تفاوتی رو با هم نداره و دقیقاً یک چیزی هست. یا محمد بن عبدالوهاب پیرو اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و یا اینکه اهل بیت هم وهابی هست. اگر کسی هم این صحبت شما رو قبول نداره که یا محمد بن عبدالوهاب پیرو حقیقی اهل بیت علیهم السلام بوده و یا اهل بیت علیهم السلام همون عقیده داشتن که محمد بن عبدالوهاب داره، اگر کسی معترض است به سوال ما پاسخ بده که کجاش با هم تفاوت داره و ثابت بکنه. دقیقاً ما هم همینه میخوایم. اگر واقعا تفاوتی وجود داره نام ما رو پاسخ بدن. 1.5 سال گذشته. اگر تفاوتی وجود ندارد که ندارد، این است که ما در جلوی دید بینندگان عزیز تمام این موارد رو از کتاب‌های شیعه، کتاب‌های و کتاب محمد بن عبدالوهاب برای همه نمایش دادیم تا اینکه حقیقت واضح و آشکار بشه. به همین که سکوت 1.5 ساله این آقایان تا به این حد ادامه پیدا کرده و ادامه خواهد داشت هم مشخصه که اعتراف به این است که تفاوتی وجود نداره، چون حرفی برای گفتن نداره. خیلی ممنونم ازت مولانا. صحبت پایانی ما بینندگان عزیز. صحبت پایانی و همیشه نقطه‌ای رو که بنده به اصطلاح ذکر کردم و اصرار دارم بر این نقطه، هدف فقط روشنگری هست. انسان اگر مسلمان هست دیده و دانسته مسلمان باشه، اگر موحد هست دیده و دانسته موحد باشه. مواردی رو که شرک آمیز هستند یا جزء شرک هستند، انسان این گونه موارد را یاد بگیرد، علم کافی در این موارد داشته باشد تا اینکه بتواند از اونها پرهیز بکنند. و هدف ما وحدت امت اسلامی هست و بازگشت به عقیده‌ای که سلف صالح ما در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، صحابه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم به آن معتقد بودند. و در این برنامه مانند دیگر برنامه ما هم واقعیت ها را بیان میکنیم، عقیده واقعی اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را بیان میکنیم تا اگر کسی میخواهد پیرو اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، این شما و این عقیده اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و اگر هم اصراری دارند بر عقیده‌ای که مخالف با عقیده اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، اگر کسی میخواهد که به بیراهه برود، باز هم دیده و دانسته یا به راه هدایت برود یا به راه ضلالت. اختیار به خودش. ممنونم ازت مولانا از اینکه وقتتون رو در اختیار ما و بینندگان عزیز گذاشتید. همچنین از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید، نهایت سپاس رو دارم. در پایان از الله متعال برای همه گذشتگانمون بخشش، رحمت و مغفرت خواهانم و برای خودمون فهم صحیح دین، اخلاص و تلاش در راه کسب رضایت الله متعال تا آخرین لحظه حیات و حسن خاتمه رو خواهانم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال می‌سپارم. الله یارو نگهدار شما. تلوح ومنهج يتألق، درر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق، درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل
الظلام سيبرق